روزی پدر و پسری روی مبل کنار هم نشسته بودند. پدر مردی سال خورده بود و پسرش جوانی تحصیل کرده و پرمشغله. در سکوتی که میانشان برقرار بود، ناگهان یک کلاغ روی لبه پنجره نشست. پدر با صدایی آرام از پسرش پرسید: این چیست؟ پسر که غرق در گوشیاش بود، بی‌حوصله جواب داد: کلاغ. چند لحظه بعد پدر دوباره پرسید: این چیست؟ پسر با لحنی کلافه گفتم که کلاغ است. لحظه‌های بعد پدر برای سومین بار پرسید: این چیست؟ این بار پسر از شدت عصبانیت صدایش را بلند کرد و گفت: چرا این را هی میپرسی؟ مگر نگفتم کلاغ است؟ چرا اینقدر فراموشکار شده ای؟ پدر لبخندی زد، از جای خود بلند شد و دفترچه قدیمیایی را از اتاقش آورد. آن را باز کرد و صفحه‌ای را نشان پسر داد. در آن صفحه نوشته شده بود: امروز پسر 3 ساله هم کنار من نشسته بود. یک کلاغ به پنجره نزدیک شد. پسرم 20 بار از من پرسید این چیست و من هر بار با لبخند جواب دادم کلاغ. هر بار که میپرسید او را در آغوش میگرفتم و با عشق برایش توضیح میدادم. پسر با خواندن این نوشته اشک در چشمانش حلقه زد. او متوجه شد که عشق و صبوری پدر در طول زندگی بی‌پایان بوده است و حالا نوبت اوست که برای پدرش همون صبوری را نشان دهد. این حکایت یادآوری می‌کند که احترام و صبوری با والدین به ویژه در سالخوردگی نشانه قدردانی از زحمات بی‌پایان آنهاست.